سلام. صدیق صدیقی میگوید احتمال می‌رود مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان تا 15 ماه جولای آغاز شود. سخنگوی رئیس جمهور افزوده است حکومت برای آغاز گفتگوی بین الافغانی متحد می باشد. شورای امنیت ملی از کشته شدن 21 فرد ملکی و مجروح کردن 30 تن دیگر در 14 ولایت کشور در جریان هفته گذشته از سوی طالبان خبر می دهد. اتحادیه اروپا از افزایش خشونت طالبان بعد از توافقنامه قطر خبر می دهند. این نهاد در یک اعلامیه گفته است که افزایش خشونت و حملات تروریستی از سوی طالبان برایشان قابل قبول نیست. CNN به نقل از 2 مقام آمریکایی گفته است که ایالات متحده مصمم به خروج دست کم 4000 نظامی در کشور افغانستان است که در صورت نهایی شدن این تصمیم شمار سربازان آمریکایی به 4500 نفر کاهش خواهد یافت. و اعطای لقب شهید از سوی صدراعظم پاکستان به اسامه بن لادن واکنش‌هایی را با خود داشته است. فعالان در افغانستان، پاکستان و شمال از کشورهای دیگر دادن چنین لقب را به رهبر یک گروه تروریستی قابل تأسف دانستند.